اینجا بازار فروش چوروا یا یکی از مال بازارها در کنار شهر دوشنبه است. شماره بوز و گوسفند و گاو فروشی خیلی زیاد به نظر می رسد. خریداران می گویند قیمت چوروای قربانی این سال تقریبا 1 برابر بالا رفته است. قیمت خیلی ارزونه. همین یا بزمی چند کیلو میکنه. همین باقی ارزونه همین 700 سمت رو بتسام شد. قیمت های کندش نه. همین 700 ولی همین 7 کیلو گوش میکنه نمیکنه. برخی خریداران بر اینند اکثری تاجران در عرفه عید و جشنها خصوصا عیدهای مسلمانی که طلبات به مال و محصولات می افزاید از فرصت سوء استفاده میکنند. در تمام مملکت‌های مسلمانی همین وقت قربانی شد باید تمام مال چیزی که در عید می شود باید که ارزان شود باشد. دمون برعکس. باز تا 1600 هم است تا 2000 هم است باز نه که خیلی مال خوب هم است مال هست با سبکتر شد. نرخ گوسفند در این مال بازار کنار دوشنبه تا 3500 سومانی است. اما تاجران میگویند از آن خراجاتی که برای پرورش بوز و گوسفند امسال کرده‌اند نرخ چوروی فروشیشان نسبت به سالهای قبلی ارزان‌تر است. سال گذشته اکجان 1 کیلو کنجاله 3.5 سم بود، حاضر 5.5 سم شده اکا. ما هم چخاله کنیم اکا. خیلی فکر کنم. یا پرس 30 سم شده. خیلی برای نرخ نوع ام و علف و زمین پامینو گیری این قیمتی نداره مولاکا. همین سر بانو که تاجران از آن میگفتند که تجارت چورویشان سال جاری چندان گرم نیست. طلبات سسته. همیشه سوای سسته که مردم ده یا پول نیسته یا که ایسایی نمیدونم چی باشد. این تکی پر نبود مردم مقصد خریداری سال کمتر. خورده شب و روز مقصد قاقش هم میبردن تر. نه مثال همین چند کیلو برداره نه چشم شما بودن مثال. همین 8 9 2 دیسیان مثال. یکی 18 کیلو 17 کیلو بره هم 60 چند سال میشه. چوروای قربانی را ساکنان در مکانهای مخصوص پس از ادای نماز عید ذبح میکنند. طبق قرار شهرداری از چند سال به این سو ذبح چوروا در نزد منزلها منع است.